دوست جگرتان جان و نجیب برود گیم نمیزنه، گیم یک قانون داره، به درد 1000 تو بیاننده بیزده با بینندش برسه باز گیم میزنه. قانون از هر یک قانون از خرش یک لینک داره، خلاص ضرور نیست که من نشته کنه به در جاده برگشت نداره، رفت داره برگشت نه یک طرف است، یا پوست در پوست میشی پیچگک میشی یا عزیز بغل بغل نمیشه که بغل دیر شوی. گپ میره نفهمیدم دوباره میشه بلندتر سیگرتای توتون میزنی گلون تا خراب کرده. نه استغفرالله، من اصلا سیگرت نمیزنم فهمیدی اندیوال. اینجا یک اندیوال نشته کده سایل فهمیدی گفته شاه نجیب مرا بلاک کده بگوش از بلاک بکشه. نه گنده. نه بگو عکست ما 10,000 بالا بلاک کردیم 2-3-4 هفته است. 10,000 بالا. نمیبینه که در یک لگه 19,000 رسیده بود تا پس در یک لگه 25 رسید. ای فالوورد پیش ما خوباش سر جایش پشمسم تو که کل کنمش کل. اونو اسکر دولت دیدی 300,000 که چبلک گره خون پشمش واره علاج کرد. چی کنم گفت ما چی؟ حالا ما از جیب مصرف کردیم. مشهور خوب یا بد هستم که انجنرت، که دکترت، که ملایت، که سیاسونت، که اسکرت، که مارشالت، که رئیس جمهورت میشینم در میز مذاکره. بیا ای که سگ کس نشدیم، تو نکدیم در پیسه مردم می از امت پروردگار به ما داده است. ای را پنشیری که پیشایی به ما نداده است. مقصد اگر در صاحب شورت بگویی نمیالده تاستی مثلا از طریق فامیلی و اقل فکر دروازه مثال مشهور شدید دنیا شناخته سعید بود امران در 1000 دفعه تو بعد فامیل درخواست گیم دادیم آدم گیم نمیزنه برادر. بانشا اینجا ملتا میگه گیم استاد نجیب بزن صحیح سینا میزنم رایکو میزنم برو رایکو دفعه دفعه میگه گیم بزنیم یک مچ بانم گپنز رایکو مشکل نداره. چه استاد اگه پیدا کردی استاد نجیب این دنوکشم چیزی بود افتاد او اینیشم برو تا میره با گل روی ما و آقا صاحب همین امران قبول کو دیگه چیزی فقط لایک کنم. گوش کو امی بگی قسم آمد منم بگیری بچهش ما طرفدار ندارم کل مریشخند مردم سر مریشخندی و پیسه پیدا میکنه اما زدگر دی اینجا معلوم میشه. اما کلا برایتان یک کلا دی همون معلوم میشه کی طرفداران دی زیاده اینجا معلوم میشه بدون از اینکه گیم پلی کنی دی بگو کلایت دی معلوم میشه. بعد شما دی با من هدف است الله شعری گپا نیست نجیب برود من خودم هر شو جایی که برم دیره بدانی به هر بغاور به یک معاش یک اسکر در یک شو میگیرم. خب گیم کس یک ساتری از تبخشیز بس صبر او مردم 238 نفر هستی پیسه باشه من دیگه تیک تاک فهمیدی در سر نمیبرد انسان عجیب صبر 238 نفر هستی یک شهر میکنه اینا بدون دو کومنتایتون ایلاست نمیخوانم کومنتاتون ولی از اینیوی بابا دیگه گیم هم نمیزنم کومنتاتون هم میخوانم آدم شوه. ما سر تسلیمی به دولت غنی به پدر خود نکدیم. پدر گفتم ما چرس میزنم یک اندیوالا شب گفتم برو بگو آقش میکنی قاقش میکنی اینمی پدرنالت عملش شده. خلاصه یک ما مشتلقت و دوا پدرنالت بی پدر و فلان بستان گو خوردی و چرس چکاره این خیرات خلاص شد. یعنی مردم که خوار خودم که بارایی کنه ما قبول ندارم. نکنن اینجا دو بطایوی نکو که ما کومنتاتون بخونم. یعنی نجیب اگر برساب دو بازدید از هر کسی 1000 باشه گیم میزنی؟ نه ما که شما چی کار دارم؟ اگر برساب بازدید بگویی در میان 1200 نفر زیر لایف منتظر است. ما با 1200 شما کار ندارم. ما که این طرف خودم گپ میزنم با ما طرف ما را طرف خودش دیگه تمام خانه ملا نصیری را آورده میفهم گوش کو ما قانونم هست. ما در قانونم احترام دارم. یعنی 1200 نفر مانده 12,000 طرفم باشه قسمش میتونم به من نزنم طرفدارم هستی ها بیادرم هستی ها
این موقع ساگم بیادرم از طرف همو گلتا به او سده میگویم اما هرچی که بیشتر برای گفتم یک یعنی مردم منمی یال یک ساعتری شده به مردم بعضی ها واقعا پیسه به خاطر پیسه هست بعضی ها دسته اینی گیم اینمی یک توقع یک 4 ساعت در زیر لایف یک 4 تا مشهور میگه باشه میگه من دنیا را سعی کنم کی میبره کی میبره بعضی خودم مشهور مجازی میگیری ما مشهور هستیم تو دوست اگر زیر لایف باشه از ما 500 است گیره بدانی صبر کن ما میخوایم خودم مسابقه دیم خلاص گوش یک لحظه یک عکس بگی که چند صد نفر زیر لایف تا بمانی جا ما سعی کنم 1200 نفر هم میگویی ما پاک میکنم تیک تاک 400 نفر از دروغ 1200 باشه تیک تاک ما پاک میکنم 1200 حالا نه سر شو برد رای میگیرم اما عکس باز نجیب گندگی نکو گندگی نه گندگی با در سر شو ما 1200 در سر شو ما قطعی تا اگر گرم گرام قطع لایف باشم در سر شو ما 2000 نفر برات عکس شرای